تاریخ همیشه بازی‌های خاص خودشو داشته. چه آدم‌های معروفی بودن که بعد از مرگشون خودشون و آثارشون کلاً از یادها رفت و چه آدم‌های گمنامی بودن که تازه بعد از مرگشون معروف شدن. سلام، به راز نیم پرده خوش اومدید. تو ویدیوی 10 دقیقه‌ای امروز قراره راجع به 3 تا از آهنگسازهای بزرگی صحبت کنیم که تا وقتی که زنده بودن هیچکس تحویلشون نمیگرفت، اما الان یا شدن پدر موسیقی یا الهام بخش برای موزیسین‌های نسل بعدیشون. پس اگه ویدیو رو دیدین و دوست داشتید لایک کنید و اینکه چنل رو هم سابسکرایب کنید. نفر اول لیست کسی نیست جز یوهان سباستیان باخ. سباستیان که امروزه به عنوان پدر موسیقی کلاسیک معروفه، تو زمان خودش اصلا آهنگساز بزرگی به حساب نمی اومد و مردم بیشتر اونو به عنوان یه نوازنده حرفه‌ای ارگ میدونستن، نه یه نابغه موسیقی. از ویژگی‌های رفتاری باخ همینقدر بگم که خیلی آدم کله چقی بود. حتی چند بار به خاطر نافرمانی از مقامات کلیسایی دستگیر شده بود و افتاده بود زندان. و جالبترش اینجاست که شمشیرزن خوبی هم بوده ظاهرا. حتی یه بار که داشته با گروهشون تمرین می‌کرده، با نوازنده باس دعواشون میشه و به روی همدیگه شمشیر میکشن که گرچه خیلی تصویر سورئالیه، اینه که از چت جی پی تی خواستم که یه عکس برامون از اون منظره طراحی کنه که نتیجهش شد این. باخ با اینکه خیلی بداهه نواز خوبی بود و پدر عالی برای 20 تا بچه‌ش بود، اما همینطور خیلی هم مذهبی بود و به خاطر همین مذهبی بودنش بود که آثارش هم خیلی عرفانی و مذهبی بود که متاسفانه تو دوران خودش که یعنی حدوداً 300 سال پیش میشه خیلی آثارش دموده بودن و از اونجایی که موسیقی اون زمان برای دربار بود، دربار هم ترجیحش موسیقی‌های درباری بود، نه موسیقی مذهبی و کلیسایی. بنابراین هیچ وقت آثارش رو خیلی تحویل نمی‌گرفتن. که اگه بخوایم بدونید موسیقی درباری چیه، مثلا یه نمونهش اینه. متاسفانه باخ توی 65 سالگی از دنیا رفت که با مرگش آثارش هم از بین رفتن. گرچه که 2 تا پسر موزیسین هم داشت، اما از اونجایی که آثار باخ خیلی دموده و قدیمی به نظر می اومدن، حتی پسراش هم خیلی توجهی به آثار پدرشون نکردن و ترجیح دادن که اون آثار کلا از بین برن و حتی خودشون هم دنبال سبک‌های جدیدتر و بروزتر بودن. 80 سال بعد از مرگ باخ، یه جوون 21-2 ساله مستعد به نام مندلسون توی کتابخونه شخصیشون یه مجموعه از آثار باخ رو پیدا کرد. البته شاید سوال براتون پیش بیاد که آثار باخ تو کتابخونه شخصی مندلسون ها چه کار می‌کرده. واقعیتش اینه که خانواده مندلسون خیلی عاشق و شیفته موسیقی بودن و از همه بیشتر خیلی به آثار خطی و اصل علاقه داشتن و اینه که جمع می‌کردن آثار آهنگسازهای مختلف و اینطوری شد که مندلسون آثار باخ رو توی کتابخونه شخصیشون پیدا کرد. خلاصه اینکه مندلسون به کمک استادش آثار باخ رو میگیره، دوباره بازسازی میکنه و اون رو توی سال 1829 روی صحنه میبره و به صورت عمومی اجرا میکنه. و تازه اونجا بود که دنیا آثار باخ رو شنید و فهمید و متوجه شد که تا الان چه اشتباه بزرگی میکرد. بعد از این اجرای عمومی بود که آثار باخ کم کم رو اومد و مردم دیگه بهش توجه کردن. طوری شد که بعدها موزارت از باخ کپی میکرد و بتهوون از اون به عنوان خدای موسیقی یاد میکرد. شوپن هم همیشه قبل از اجراهاش یه چند تا از آثار باخ رو همیشه اجرا میکرد. حالا شما فرض کن که این آثار تا ابد توی اون کتابخونه مندلسون ها میموند و زیر مشتی از خاک برای همیشه دفن میشد. چه اتفاقی میتونست برای موسیقی کلاسیک بیفته؟ پس نظرتون رو توی کامنت بنویسید. حالا بریم سراغ نفر دوم لیست، فرانز شوبرت. همینطور که کم کم دنیا داشت آثار باخ رو از زیر خاک در می آورد و ازش لذت می برد، توی اتریش، وین، یه جوون با استعداد دیگه‌ای به نام شوبرت فرانز داشت زندگی میکرد که متاسفانه 31 سال بیشتر نتونست عمر کنه و متاسفانه هیچ وقت این فرصت هم بهش دست نداد که بتونه آثارش رو ببره روی صحنه و ببینه که مردم دارن چجوری تشویقش میکنن.
شوبرت توی این 31 سالی که از خدا عمر گرفته بود نه پول داشت، نه شهرت و نه حتی سلامتی و تنها چیزی که داشت یک استعداد خارق‌العاده و یک حافظه خیلی قوی بود، طوری که میتونست یه قطعه خیلی پیچیده رو با یه بار گوش دادن کامل حفظش کنه. فرانس شوبرت با اینکه جوون منزوی و گوشه‌گیری بود، اما یه حلقه از دوستای هنرمند داشت که همیشه قطعه‌هاشو برای اونا اجرا می‌کرد. یعنی به طور خاصه یه سری دورهمی‌هایی میذاشتن که توی اون دورهمی‌ها فقط آثار شوبرت رو میشستن اجرا می‌کردن و گوش می‌دادن که اصلا بین خودشون به این دورهمی‌ها میگفتن دورهمی‌های شوبرت بازی. اما یه سری قطعاتی که شوبرت میساخت اصلا واسه دل خودش بود، یعنی حتی توی شوبرت بازی‌ها هم اونا رو اجرا نمی‌کرد، مینوشت و توی خونه واسه خودش اجرا می‌کرد و بعدم می‌ذاشت یه گوشه کناره. حالا فرانس مرده و آثارش، یعنی بعضی از آثارش دست برادرشه و بعضی از آثارش هم دست همین دوستای هنرمندشه و اونا هم شروع میکنن آروم آروم به فروختن این نسخه‌های دستی و خطی اصل. تا اینکه 10 سال بعدش یه آهنگساز آلمانی به نام روبرت شومان توی یه مغازه موسیقی توی وین با این آثار خطی و دستنویس شوبرت روبرو میشه. اونجا بازش میکنه، توی ذهنش شروع میکنه به شبیه سازی اون آهنگا و متوجه میشه که یه چیزهای خاصی توی آهنگ شوبرت هستش. پس کاری که میکنه اونو میخره، میاد بازسازیشون میکنه و به رهبری مندلسون، همون کسی که آثار باخ رو زنده کرد، با رهبری مندلسون میبرن روی اجرا کارهای شوبرت رو و اونجاست که برای اولین بار مردم برای آثار شوبرت دست میزنن و آثارش دوباره جون میگیرن. حالا فکر کن ببین چند تا نابغه دیگه تو دنیا هستن که حتی اسمشون هم کسی نشنیده. اگه دور و براتون نابغه‌ای سراغ دارید که همچین شرایطی داره، اسمش رو توی کامنت بنویسید. و اما برسیم به نفر آخر و نفر سوم لیست، اریک ساتی. وقتی راجع به اریک ساتی صحبت میکنیم باید یه مرد رو تو ذهنمون متصور بشیم که یه پالتوی سنگین میپوشه، یه کلاه مخملی سرش میذاره و یه چتر هم دستش میگیره، چه تو تابستون چه توی زمستون. اریک موزیسین فرانسوی و عجیب غریبی بود و خیلی هم گوشه‌گیر بود و آثاری که مینوشت خیلی ساده بودن و یه تکرار شوندگی مرموزی هم همیشه توی آثارش دیده میشد. اونقدر که موزیسین‌های آکادمیک به اریک ساتی لقب موزیسین بی‌سواد رو داده بودن. اریک ساتی اولین کسی بود که مبحث موسیقی پیش زمینه رو به طور جدی مطرح کرده بود و اسمش رو گذاشته بود موسیقی مبلمان یا موسیقی فضا پر کن. و منظورش این بود که بیایم یه سری موسیقی‌هایی رو بسازیم که اصلا لازم نباشه بهش گوش بدیم، فقط بیاد سکوت رو پر کنه. مثل مبلی که گوشه خونه میذاریم و فقط هدفش پر کردن فضای خونه است و هیچ کس حتی بهش خیرم نمیشه که نگاه کنه. ساتی استاد این موسیقی‌های زمینه‌ای بود و حتی شده بود که توی رستوران‌ها، توی لابی‌ها یا توی یه سری دور همی‌ها بشینه و این موسیقی‌های زمینه‌ای که ساخته بود و واسه مردم اجرا کنه. و حتی یه بار میگن که موقعی که داشته اجرا می‌کرده مردم دست از غذا خوردن می‌کشن و شروع می‌کنن به گوش دادن به پیانوی ساتی. اما ساتی بهشون میگه که نه غذا خوردنتون متوقف نکنید و این آهنگ فقط واسه اینه که سکوت شما رو پر کنه، نه اینکه بخواد توجهتون رو جلب کنه. ساتی 59 سال عمر کرد و توی این 59 سال نه شهرت داشت، نه پول داشت، نه خانواده داشت و توی یه خونه خیلی فقیر و کوچیکی توی حومه پاریس زندگی میکرد و در نهایت به خاطر خوردن مشروب زیاد در اثر یه بیماری کبدی تو سال 1925 از دنیا میره. درسته که اریک ساتی توی زندگیش هیچی نداشت، اما خوشبختانه چند تا دوست معروف داشت مثل کلود دبوسی و رابل که از آهنگسازای برجسته اون دوره بودن و همینها بودن که وقتی اریک از دنیا میره میرن توی خونش و دستنوشته هاش رو جمع میکنن و با خودشون میارن بیرون و بعد از مثلا گذشت چند سال اینها رو بازسازی میکنن، اجرا میکنن و اینطوری میشه که آروم آروم ساخته های اریک معروف میشه و حتی از دنیای آکادمی و دانشگاهی هم سر در میاره. نمیدونم با اریک ساتی آشنا هستین یا نه، اما اگه قطعی از اریک سراغ دارید که میپسندین اسمش رو توی کامنت بنویسین که ما هم بتونیم گوش بدیم. خب این بود داستان 3 آهنگسازی که توی دوران خودشون نه شنیده شدن نه درک شدن، اما چند سال بعد از
مرگشون تازه دنیا فهمید که اینها چه نوابغی بودن. پس اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.